هیو سلام بچه‌ها، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به چنل امیریکرو و ما امروز اومدیم ولاگ تهرانگردی بگیریم با SCG و داداش عزیزمون جرویت اینجا هستن و چند تا بچه‌های دیگه هم قراره بیان. حالا بریم ببینیم چی میشه. قبل از شروع ویدیو حتما یادتون نره لایک کنید ویدیو رو و چنل بچه‌ها بعد از تأخیرهای زیاد منتظر آقای سرتیم بودیم و حالا به موقع رسیده، به موقع که ساعت 11 و خود سرتون نشون بدیم. جیجیجین راستش من دیروز تأخیری انداخته بودم و خودم یه داره تأخیر گاری نه همینجوری انتخاب کردم. سرتیم چرا سرتیم داداش؟ سرتین نه 13 نه 13 اچ معنی نه سرتیم میشه 13 اچ معنی نه. خیلی قشنگه زبون میاد. چند سال دنبال لقب بودم پیدا نمی‌کردم. تو سن 13 سالگی شد. نه من میدونی چرا 13 گذاشتم؟ 13 همیشه واسه من خوش شانس بودش. میدونی چرا؟ که 13 عدد نحسه واسه من خوش شانس. من کلاس اول تا 12ام خود کلاسیم 13 بود. اولین جایی که خود کلاسی آقای حضوری ها و اینا. آره بیشترین نمره یک که میگرفتم 13. حتی ورگاهاش هم دارم. نشون بدم. بعد وقتی اولین جایی که رفتم سر کار کردم خود پرسنلی 13 بود. خود کمال هم 13 بود. فقط به این خوبی سرتیمش به راحت به دهنم میاد، به زبونم میاد. یا رفته یا رفته داداش جرویت و اولباز دو نفر 2 تا شخصیت هست. جرویت شخصیتیه که بایستاده، یعنی سنگینه، سرسنگینه. خار بگم ببین یه ذره لبخند نداره آره خشمشه. اولباز آدمیه که شوخه، حال میکنه با رفیقاش، شوخی میکنه. حالا بذار امیرحسین بهتون نشون. این امیرحسینه سرتونش هم میدم. چرا رقباتون میاد روتون جدی میشید؟ داداش خب ببین لقب هر کسی بر خودش ارزشی داره، هر کسی یه نمادی داره. 100%. از سرتیم الان مثلا نماد سرتیم، خب وقتی مثلا سرتیم میشه حاجی، وقتی سرتیم میشه سیک همه رو میزنه. یه سیکتی دو فاز دپشو میگیره، یعنی اون ته دلش بغضه رو داره. خب ولی جرویت اینطوری نیست. جرویت وقتی میشه جرویت واقعا بر مرگ میاد بکشه. ایوه. A few moments later. من سرتینم بابا، کارم اینه مردم رو کیر کنم همین. تا از 9 صبح منو بیدار کردم، الان ساعت 12 اومدن چونم اینجا پک شده به عکس چونه داداش نشون. بچه میبینید زنم گاییده شد. داداش این همرنگ میدونی چیه؟ این همه چه شد؟ اوه لاولی. یه ماچ کنید هم دیگه رو. دیدم اونجا مترو اکباتان بغلش. آره داداش جای دیگه بعد خودت بریم یا رفیق داشت بدون کد. ببین خیلی حال خوبی دارم. آقا هر کی دست زمین تونه. داداش من دستم دوربینه. آیاتی میام بزوستو هر کی دست زمین. آقا بیا واسط. داشتم میکابه چشای و نیکابه خود را بره. ساله آقا ساله که گرمه. ببیزید ماشی ما فردا بایران میشه میگن خیلی بذار قشنگ رو SCG دارم زوم میکنم. یا به نظر تو میخواد چیکار کنه؟ چه آهنگی میخواد بزنه؟ به نظر من اینو میخوام چیز کنم. نه آهنگ فکر کنم اون چیز بذارم حسنی نگو بلایی
یه چی دیگه بذار، یه چی دیگه. رپرهای جدی دارن خودشونو نشون میدن. داشت ما خاکیم، اگه میخواید عکس داشت بیای عکس بگیریم. زیاد کن. وسر بازم آمدی شما فاز کوک ترسو کوکاکولا میخوایی مدیتیت فاز بودا نمیشه قدر علم کنی بودا یه هایی پخش میشه مشت بابا تو پلشتی و مشت ندارم این تحصیل و حالا که کدام یه بعدی حالا من عزیز تچه بودم باره تتره من که بقلم ملته میگم شدم بهت بگم شما درکم شما نهایتی میخوایی بک بدی ولی میدی میدونی گوز شرطم که تیدی تولو نهایتش یا پتر میگه زرینی میخواد همم بیاره نی میخوام هیتت مبارم مخواست لشی تو در من با پپسی سگ مست سرعت تو کم کن دارت نزنن سگ بند شبکه برفک بلنگام میشن کم رنگ با طرف کم آوردن یه جنگ بودو پشمک دوچته بودو باره تتره دوچته بودو باره تتره میگم شدم بهت دوباره که ای وای بای من میای جلو میگی حال کردم بانده بیزی کنی وای قطعا دیدی همه تو با تا یو چی میگی بلو میخورم به تو رو منم گلو کیوت بیبی گودو دیدی ما رو بمون بگو فیشه سن قیافه این من لین SG بسه من لین میخورم من کسخورم یه اقلاق من کون 1500 چک اول برو بزن ناکون بابا باری کلا بچه پیجمو این بالا گذاشته فالو من رپرم اگه بدونید ویدیوها رو دیده باشید خودتو جرده پسر اون فقط یه دوچه من با ایلیا میام باهاش هم میگم آجی فقط ما 3 نفریم و سرگردون نمیدیم کجا داریم میریم من قاطی کردم بده من نداشت پستوری حالا میرم مستقیم گنده کن ببین کدوم طرفه لب خندون پاره بچه ها پیرمرد پره اینجا پیرمرد پره نگونه بچه ها آبم اومد او کسکه نگاه کن چقدر زیبا من خودم اینو هستم من خودم برو بیرون بابا باری کلا
خوب بود. اوه عزیز تو عبال تو مای فاکینگ پشمام. شیر ریکم موردی. بچه فری استایلایی که اینجا گرفتیم تو پیجاشون هست، میتونید برید نگاه کنید. اوه مرسدس بنز. نه اون مرسدس بنز من بودش، فروختمش. یه بنز دیگه. اینم لابد برای شما بوده اوستا. این برای من بودش. آره فروختمش به بچه. کل این بنزا یکم بده من فیلم بگیرم. یکم استاد کل این بنزا برای شما بوده؟ آره اینا همش واسم بودش، باهاش مواد قاشق. شما اهل کجایی استاد؟ من خودم تگزاس به دنیا اومدم. بیا تدریس خصوصی. استاد اینم برای شما بوده لابد. اینم واسه پسرم گذاشته بودم. پسرم لیاقت. الان من یه دونه بنز آخرین مدل دارم. کسشر نگو. الان کجاست؟ الان چرا با پیاده دارید میرید؟ یه دونه KMC چرا ما زیاد بیرون نمیادم. آره یه دونه KMC دارم. یه دونه دو چالنجر دارم. گذر موقت. استاد چوبتون گذه. چوبمو باد برد. بچه‌ها هر کی به بازه باید داد بزنه. من سرتیم باخت بین من و سرتیم. من لازم میشه اینو بردارم. بیا جلو. بچه‌ها نفری 5 تا. دهنه تو گاهی. اسکشون یا کونی بالاشو بگو. تو چی میگی؟ تو بازی نکردی؟ پسر به غیریت خود می نوازد. تو چی میگی؟ نخواه بابا چیری؟ اینو بگیر. کتک میخواه نمیگم شما. حال ندارم سر که بود حالش بود کم بزنم. داریم میریم حقان به سمت پل طبیعت. بریم اونجا دوباره شرطی بزنیم. بطری نگردم. نه داداش خودم میذارم. نه داداش تو فشار میدی. اگر تو فیلم افتاد جا شد. اسپیکر رو روشن کن. فردوسیه ببین فردوسی. ایسکا وایس فردوسی. این فردوسی. آره همین وایس فردوسی. بعد یادشی نه؟ بوشه بابا کل سه تق اومد داره. سه تق میاد اسکو. چی بگم خیلی عجیبه. از صبح تا الان دشینه. اولین مرتبه واکنش صادقانه وحید. بالا جواب. حالا اتفاقا رفتم انقدر ریدم. تو جنسن تیران سن اینا. دختره بوده. دختره یاد میخواد. حالا شده خبر اوه دهنه تو گوه. ببین نخندونی. دارن دستمو میکنن همه جا سنجاق. سر مرا پایین ما میریم هر جا. تموم دیگه ترکو میتره که در جا. بعدها همه گاییده شدن از صد جا. دارن دستمو میکنن همه جا سنجاق. ما اینجاییم کف تهرونی زاده خود زندونی. ما اینجاییم کف تهرونی زاده خود زندونی. کف نمیارم افی پر روه. اون چیزی که ما فسادیم همون تو اونه. خیابونو ترجیح دادیم ما بخونمونو. شلوار پامونه که فقط دو روه. سخت کردم پام نمیخوام کشتی. ماسه بگیم شما تو کف خشتی. همتون رو تک تک میکنم تو بدن. اگرن که یه دنیا پشتی. تکس نوشتم واسم نون آبمه. SCG فامیلی هنو خونه وادمه. خدمت تو خیابون بوده توی ذاتمونم فکر بودن. نگو تو یکی جون مادرت. ما میگیم شیشیم تو کارگو. فلو جدیدا رو میزنم بام حال کن. بشتری کسی ندارم بیاد پابلو. تو که سفیدی با عقبتم کار کن. ما اینجاییم کف تهرونیم زاده خود زندونیم. ما اینجاییم کف تهرونیم
جاده خود زندونی. بزن طرفه SCG فامیلی با عرض لحمه شده مافیا چیریب کنگ نجده تا باتایا باز خوب شده زن کردن اصلا بزا بگم من خرس کردم توی کل شهرتون تک رفتم ولی جلو مافیاتون تایم عاده بازی چود خرد کردن خوباتون رو مرابع مست کردن نکنه آزیتون رو اکزو فرس کردن مافیا ما رو دین ارخزر کردن بعد زیر استوری ما رو تک کردن مافیا چکی چی پس برگرد میه من دنبال بیف نیستم میه تو ترکیه آخه لحظه داری پس بیستی آخه من سنیستم سر شدیم از همه سردارا قرار میذاری سر گوشی بردارا سکولشون برچسبیا آرتی بودو سری برچسبیا تو رو بکنیم مثلا دفتر کیا اشیاء در نیا بیار شاینگ تو بزنید کله دستمالی که مالی هستن چنده همه ترکم و میشه هندل تو محله میخونی درسای شعشه و کل کارمون تو گل اسکنگه رفیقات نمیخونم این کس سرده کارو تمال نیست همه شو فیده ما میخونیم کف من هستن شما زنی شیک اما من یه دونه تو هم تیز و بزی هم مثل سوزن تو کونت نخه ننت با اوقات مفت نمیده خودم جلو خودم رو سفیده تیزی من روی پوست سفیدت بگی جلو خونو نمیره میام بالا سر قبیله دافت به خاطر من میده فریبت تنومنده فسری سریفه بهت سخت میگذره شولینه پیچوندنینی میگم حرفا موازه واسمون کاسه دختر از آشه گوش میدن از آیفون تا کاست خودش مالینی ولی دافت کسته بگم اسمو دارم وجودشو از عمری مساخ وجودتون تعمین کشه واسم موجودیتون یه چی میچسب زیر گلوتون انمینی تا شو زیادی رنگت میکنیم زغالی صدا در میاد تو خالی جسد تو میپیچیم لاغالی زدم خیابون نداره قانون قوی موندم مرد میخواد خونمون بی خلاف در نمیاد نونمون اگه خوب دیدی بده نشونمون داغ بازار دل و کلیه ما جمعیم ولی مشکل کلیه پیشمی با صورت سرخیده طرف حمایت میکنه اکسیژن انقدر خوندم حتی تو دستم میکنم میکروفون چون تو خیلی ساله میکنم جدی رپ و دستای خالی بایده تو سر و تبلیغ چی اعتیاد گایده روزمون ای بله اول ما انرژیامونو چیز کردیم الان داریم چونمون کارا میشه الان ناموسن تا اینجا اگه دیدید واقعا پست‌خورید واقعا ببین من خودم خسته شدم از اینکه داره این دستش گوشی گرفت اون هم مدتو حالا قبلش هم داره میگه فیلم گرفته واقعا شما پست‌خورید ولی فالو کن چاپ کنید تا چاپ من نبین ناموسن اگه دلت میسوزه من از گشنگی اینجا داشتیم میمردیم لواش یه لایه داشت کلاش سوسیس خام بدون سس آقا لایکی باز دیدید شیکه نمیشه این چرا میشه چیز کنید پول بیاد دفعه بعدی میریم کانتالیا کجاست یا چیز افغانستان